و همه دوستان عزیزم خیلی خوش اومدید به جلسه دیگه. کم کم داریم به جلسات پایانی نزدیک میشیم. حالا میخوام تو این جلسه با هم دیگه بریم روی متاتریدر، ببینیم که چطوری میتونیم ترید بزنیم و توی متاتریدر چطوری میتونیم معامله رو باز بکنیم، مدیریتش بکنیم و اون رو ببندیم، استاپ لاس بذاریم، تی پی بذاریم، در واقع پندینگ اوردر بذاریم و موارد اینچنینی که مربوط به خود ترید و معامله گری میشه رو داشته باشیم. خب تا اینجای کار امیدوارم که چیزای مفیدی یاد گرفته باشید. اگر که توی هر جلسه سوالی نکته داشتید حتما پشتیبانی بگید، راهنماییتون میکنن. اگر که پتانسیلاتون در حدی هستش که دو جلسه راجع به پتانسیلا کامل صحبت کردیم، کسایی که پول دارن و در واقع سرمایه دارن، علم و دانش ندارن، کسایی که علم و دانش دارن سرمایه ندارن، چطوری میتونن از این بازار پول در بیارن. تو این زمینه هم اگر نکته داشتید حتما تیم من میتونه کمکتون بکنه و اون نکات لازم رو بهتون گوشزد بکنن. خب با هم دیگه بدون فوت وقت بریم روی فضای متاتریدر. تو این جلسه قراره که راجع به معامله‌گری در بازار فارکس صحبت کنیم، همونطوری که خدمتتون عرض کردم. اول از هر چیزی بایسته که تایم فریم های مناسب خودمون رو به دست بیاریم. تایم فریم های مناسب خودمون رو چطوری میتونیم به دست بیاریم؟ اول اینکه این بستگی به شرایط شخصی خودمون داره. اگر فرصت معامله زدنمون خیلی کمه و در طول روز خیلی کم وقت میکنیم پشت سیستم بشینیم، اول اینکه باید با معاملات روندی بیشتر همراستا بشیم و دو اینکه بتونیم توی تایم فریم های بالاتر ترید بکنیم. تایم فریم های بالای ترید تو فارکس برمیگره به تایم فریم های ماکسیموم 30 دقیقه ای و تایم فریم های پایین برمیگرده به تایم فریم های 5 دقیقه و 1 دقیقه توی ترید. پس منظورمون این هست که اگر گفتیم تایم فریم بالا توی ترید یعنی 30 دقیقه ای، تایم فریم پایین توی ترید یعنی 5 دقیقه و 1 دقیقه. توی جلسات قبلی خیلی تاکید داشتیم که مولتی تایم فریم کار بکنید و بیایید وقتی توی تایم فریمی تحلیل میکنید تریدتون رو سعی کنید 4 تا 8 برابر در واقع کوچیک‌تر در نظر بگیرید. بخوام بهتر بگیم، اگه فکر میکنید تایم فریم 5 دقیقه برای ترید شما مناسبه، حداقل تایم فریمی که باید انتخاب بکنید برای تحلیل یه چیزی حدود مثلا تایم فریم های 30 دقیقه ای هستش. اگر که فکر میکنید 1 دقیقه مناسبتونه، 5 دقیقه باید تحلیل بکنید، 1 دقیقه ورود بکنید به اون معامله و به این صورت پیش برید. نکته بعدی قدرت پردازش و تحلیل شماست. هرچند قدرت تحلیل شما بیشتر باشه و سریعتر بتونید تحلیل بکنید برای ترید کردناتون، خب قاعدتا میتونید تایم فریم های پایین رو انتخاب بکنید. اگر که قدرت تحلیلتون اونقدر بالا نیست، باعثه که تایم فریم های بالا رو با توجه به مدت سرمایه انتخاب بکنید. نکته بعدی برمیگرده به قدرت مدیریت معاملات باز. هر چقدر بتونید بیشتر معاملات باز رو مدیریت بکنید، چند تا معامله رو مدیریت بکنید، میتونید تو تایم فریم های پایین‌تر برید. هر چقدر که در واقع معاملات باز کمتری میتونید مدیریت بکنید، میتونید تایم فریم های بالاتر برید. نکته بعدی راجع به خود تایم فریم هستش. اگر که فرضاً تریدر هستید، بایستی که تایم فریمی رو انتخاب بکنید که اونجا فکر میکنید بهترین عملکرد رو با توجه به استراتژیتون میتونید داشته باشید. بعضی از استراتژی ها تو تایم فریم 30 دقیقه‌ای بسیار خوب جواب میدن، ولی ممکنه که توی تایم فریم های 5 دقیقه‌ای اونقدر نتونن موفقیت آمیز باشن. همونطور که سرمایه هم خیلی دخیله. برخی استراتژی با سرمایه‌های حداقل $2000 $3000 به بالا پاسخ میدن و خوب میتونه باهاتون در واقع میتونید ازش استفاده بکنید. بعضی از استراتژی ها هم تو سرمایه‌های زیر $1000 هم خیلی خوب جواب میدن و عملکرد مطمئن رو میتونید باشون داشته باشید. پس این بسیار اهمیت داره و یک موضوع کاملا شخصی که استانداردهاشو بهتون گفتم که بتونید بنا به در واقع هر شخص، بنا خودتون و شرایط خاص خودتون تصمیم بگیرید. خب مفهوم لات رو داریم. به ارز در واقع پایه میگن لات، ارزی که در واقع مبادلات با اون انجام میشه و مبنای کار هست که توی جفت ارزها ارز سمت چپ در واقع به صورت ارز پایه شناخته میشه
و هر لات 100,000 واحد از اون ارز پایه است. یعنی یک لات میشه 100,000 واحد از یورو، 1/10 لات میشه 10,000، 1/100 لات میشه 1000 واحد از ارز یورو و 1000م لات هم میشه 100 واحد. پس این برای جفت ارزها بود. برای در واقع نمادهای طلا و نقره و موارد این چنینی، هر یک لات برای طلا 100 واحد اونسه. به طور مثال 1/10 لات میشه 10 اونس که حالا اونس $2000 داشته باشیم میشه $20,000. یعنی اگه شما 1/10 لات معامله کنید انگاری که $20,000 در حال معامله هستید. روی نمادهای AUD USD میشه $2000. خب توی شاخص ها برگ های قرارداد فیوچرز هست و توی S&P 500 فرضاً یک لات مساویه با 50 تا برگ قرارداده و در واقع برگ قراردادهای $50 هستش. توی گاز طبیعی یک لات در واقع میشه 10,000 متر مکعب که هر کدوم رو اگر $3 در نظر بگیریم 1/10 لات میشه 100 ضرب در 3 میشه $300 1/10 لات. و این هم برای گاز که مثال زدم که بدونید و به چه صورت بایستی که عمل بکنید. خب در رابطه ربات مدیریت سرمایه توی متاتریدر حتما بهتون توضیح میدم که بتونید در واقع مدیریت سرمایه درستی انجام بدید. مثلا مدیریت سرمایه در واقع به ما میگه که ما توی این پوزیشنی که قراره که داخلش وارد بشیم بر اساس میزان ریسکی که میکنیم و اون استاپ لاسی که میذاریم چقدر میتونیم سرمایه خودمون رو دخیل بکنیم. فرمول های متنوعی از مدیریت سرمایه وجود داره، اما به طور کلی میخوام که یک ابزاری رو بهتون بدم، یک ربات نیمه اتوماتیک رو بهتون بدم به صورت هدیه که در واقع بتونید روی متاتریدر 4تون نصب بکنید و از اون استفاده بکنید و با وارد کردن مقادیر کامل این ربات رو بتونید استفاده کنید، یه تایید بزنید و اون بهتون میگه که چقدر حجم معامله رو باید درگیر بکنید، چند لات باید پوزیشن باز بکنید یا چند صدم لات باید پوزیشن باز بکنید که این معامله براتون اوکی باشه. خیلی باحاله، خیلی خوبه، خیلی بهتون صورت عمل خیلی خوبی میده. در یک ویدیو جداگونه و یک فایل ربات رو براتون میفرستم و در یک ویدیو جداگونه نحوه نصب ربات و کارکرد اون رو براتون کامل توضیح میدم و بگذاریم بریم جلو در رابطه با معامله گری. آیا آماده معامله گری هستید یا نه؟ پس بزنید بریم روی متاتریدر. خب دوستان این فضای متاتریدر هست که همونطوری که در واقع توی ویدیو قبلی که آموزش متاتریدر هست کامل توضیح دادم، این در واقع زبانه ها و هر کدوم از منوها به در چه چیزی میخوره و باهاش چه کار میکنن. فکر کنم ویدیو خیلی کاملی بوده باشه. ما از اینجا وارد خود پنل میشیم و میخوایم که معامله بکنیم و وقتی میخوایم معامله بکنیم میایم اینجا فرضاً میخوایم روی طلا معامله ای رو باز بکنیم. اول اینکه شما میتونید اینجا چندین پنجره داشته باشید که توضیح دادم توی ویدیو قبل، ولی حالا میخوایم معامله بکنیم، یعنی یه سیگنالی گرفتیم یا یک تحلیلی کردیم، گفتیم از اینجا میریزه بازار و ما میتونیم با یه پوزیشن سل سود مناسبی رو کسب بکنیم. اولی که با ربات مدیریت سرمایه میایم و میزان لات سایز خودمون رو مشخص میکنیم. اینجا میتونیم به صورت خیلی سریع پوزیشنمون رو باز کنیم، یه بای و سل بگیریم. اینجا دیگه هیچ چیزی نداره و وقتی بای و سل بگیریم اینجا خودمون باید دستی استاپ لاس و تی پی رو مشخص بکنیم که وقتی من خودم مثلا پشت چارت هستم همین کار رو میکنم، یعنی یه سل اینجا باز میکنم فرضاً و دوستان موس رو میارم رو خود اوردر و اون سلی که گرفتم اگه به سمت بالا بکشم SL من فعال میشه، استاپ لاس من فعال میشه. اگه همون رو باز در واقع سمت پایین بکشم TP من فعال میشه. همونطور که میبینید نشه SL
TP و میتونم یه TP و یک SL ست بکنم برای خودم که اینجا در واقع ربات مدیر سرمایه میگه بر اساس SLی که میخواید بذارید چند صدام حجم معامله میخواید وارد بشید که اینجا حالا من این معامله رو حالا یکم جلوتر میبندم، ولی در کل این سریع ترین حالت ممکن هستش. خب یه مورد دیگه هست که ما میتونیم انجام بدیم، نیو اوردر رو بزنیم. وقتی نیو اوردر رو میزنیم از ما میخواد که اینجا نماد خودمون رو مشخص بکنیم. با دقت بچه نماد رو مشخص بکنید و اینجا به شما میگه حجم معاملتون رو وارد بکنید که حالا اینجا سری پیش‌فرض گذاشته، یه سری موارد هم خودتون میتونید وارد بکنید. خب من اینجا مثلا میزنم 3 صدم، به شما میگه تیک پروفیتتون رو وارد بکنید که من تیک پروفیت هم میشه 1988 من وارد میکنم. بعد من میگه SL تو وارد بکن، میشه 1990 مثلا 6. بعد میگه به چه صورت میخوای وارد این پوزیشن بشی. من میگم میخوام به صورت مارکت اکزیکیوشن وارد بشم که اینجا به من میگه که اگر میخواید مارکت اکزیکیوشن وارد بشید میتونیم همین الان معاملتون رو باز بکنیم. اگر بای بگیریم چون اعداد در واقع با هم دیگه میخورن احتمالاً ارور میده، سل رو میگیریم و اینجا سل برای من باز میشه. حالا من اینی که رفته توی سود رو ببندم که قاطی نشه. خب اینجا هم SL برای ما ست شد، هم TP برای ما ست شد که SL رو اینجا گذاشتم. دقیق میذاره رو هر عددی بگیم ما ست میکنه. هم SL مشخص شد هم TP. حالا ما میخوایم که فرضاً یه ذره پایین‌تر سیو سود بکنیم، یعنی بگیم تو این محدوده من میخوام فرضاً یه سیو سود بکنم، یه ذره بیاد پایین‌تر یه سیو سود بکنم و همینطوری سیو سود بکنم. چه کار باید انجام بدم؟ چطوری معامله‌ام باید ببندم بخشی از معامله خودم رو؟ دوستان روی معامله خودتون وقتی کلیک بکنید به شما میگه که معامله رو میخوای ببندی یا میخوای باز بذاری. اینجا من توی این قسمت تب ترمینال و در قسمت ترید که الان معامله بازه 2 تا کلیک رو معامله میکنم. من مثلا میگم الان 1 صدامش رو میخوام ببندم. چه کار میکنم؟ روی 1 صدام میذارم گلد، اینا دیگه نیازی نیست تغییر بدم و وقتی حالا جلوتر روی کلوز که بزنم معامله من بسته میشه و الان 3 صدمه، من روی کلوز که بزنم اینجا میشه 2 صدم و همینطوری میتونیم سیو سود بکنیم و در واقع اینجا باز بگیم 1 صدم دیگر رو ببنده برای ما، فرضاً اومده پایین معامله و همینطوری میتونیم کلوز بکنیم معاملات رو. این در واقع حالتی هستش که مارکت و ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. خب حالا بریم روی حالت دیگه. حالا یه مدل دیگه میخوام بهتون نشون بدم تحت عنوان پندینگ اوردر و اوردرهای سفارشی که شما میتونید ثبت بکنید. به چه صورت؟ شما در واقع توی نیو اوردر که بزنید نمادتونه که مشخص بکنید، حجم معاملات رو هم مشخص میکنید و اینجا بهش در واقع میگید پندینگ اوردر بذار بر. پندینگ اوردر دوستان 4 مدله: بای لیمیت، سل لیمیت، بای استاپ، سل استاپ که من هر کدوم الان روی چارت براتون نشون میدم. خب اول از بای لیمیت شروع بکنیم. بای لیمیت میگه آقا اینجا من یه دونه اوردر میذارم، هر وقت به یک کف قیمتی رسید برای من بای بگیر و مثلا میگه اگر رسید به 1971 برای من بای بگیر. تاریخش هم میتونید مشخص بکنید که کی اکسپایر بشه، میتونید مشخص نکنید تا زمان انجام در واقع بمونه. من وقتی پلیس رو قرار میدم اینجا یه بای لیمیت برای من میگیره. بازار اگر بیاد پایین و به این نقطه برسه بای میگیره و در واقع میتونید این رو داشته باشید که اینجا میتونید مودیفای هم بکنید، یعنی استاپ لاس و تیک پروفیت هم بذارید براش.
این از بای لیمیت. خب بریم بعدی برمیگرده به سل لیمیت. این هم باحاله، گوش کنین قشنگ. میگه ما طلا و ولوم پندینگ سل لیمیت. میگه اگر رسید به یک سقفی برای من سل بگیر. 2000 مثلا من سل میگیرم. ببینید 2000 اگر بازار برسه به سطح 2000 پوزیشن سل رو میگیره. این هم از این که من 2 تا کلیک روش میکنم و دیلیت رو میزنم. خب حالا بعدی چیه؟ میگیم آقا طلا 300 میایم اینجا میخوایم پندینگ باز بکنیم. میگه سل استاپ و بای استاپ. بای استاپ میگه آقا اگر این سطح 2000 رو شکوند رو به بالا برای من بای بگیر و اگه ما بخوایم سل استاپ بذاریم میگیم که اگر یه سطحی رو مثلا 1980 رو، حالا تی پی و اس الش هم میتونیم بذاریم دیگه، من برای که وقت گرفته نشه نمیذارم. اگه این 1980 رو به سمت پایین شکوند سل بگیر. از این میتونید برای استراتژی که بهتون توضیح دادم برای سطوح هست استفاده بکنید. اون جاهایی که خیلی دیگه به تجربه رسیدید و مطمئن هستید میتونه براتون خیلی مفید باشه استفاده از اینها. تو وقتتون هم خیلی صرفه جویی بشه. ولی من توصیه میکنم اگر میخواید ترید بکنید زمان بذارید و بمونید پای کار. اینطور نباشه که ول بکنید معامله رو برید و در واقع بمونید و اگه نیاز به باز کردن داره معامله باز بکنید، اگه نیاز نداره در واقع منتظر بمونید تی پی بزنه، بتونید در یک شرایط بحرانی معاملات رو مدیریت بکنید. اگر به این درک برسید قطعاً خیلی خیلی برنده خواهید بود. خب دوستان توی جلسه بعدی قراره که هدیه بهتون بدم. حالا علاوه بر ربات مدیریت سرمایه یه هدیه قرار بهتون بدم، ربات سیگنال فول پرایس اکشن رو. و هر کسی که این آموزش رو داره میبینه، حالا چه از طرف الگوهاپر اومده باشه چه از طرف پیج های دیگه یا اصلا خودش پیدا کرده ما رو در یک دانشگاهی، در یک ارگانی، در هر جایی که از این دنیا هست، با این اکانتی که حالا راه ارتباطی که براتون زیرنویس میشه فقط کافیه که بیاید و به ادمینم پیام بدید که فارکس با امیر پیروزی. فقط همین جمله رو بنویسید فارکس با امیر پیروزی و همکاران من، ادمین های من توی دفترمون کاملا به شما پاسخ میدن و براتون در تریدینگ ویو ربات سیگنال رو فعال میکنن که نحوه کار با ربات سیگنال و همچنین حالا ستاپ هایی که میتونید با خطوط روند و سطوح استاتیک داینامیک داشته باشید رو هم به پیوست همین جلسه براتون میفرستیم که بتونید استفاده بکنید. ارزش این ربات در لایسنس 3 ماهش 1,000,000 تومنه که من این رو رایگان و با افتخار یک لایسنس 3 ماهه تقدیمتون میکنم که بتونید حسابی از بازار فارکس و همچنین بازار کریپتو سود بگیرید. براتون آرزوی سلامتی دارم و بهترین ها رو آرزو دارم. انشالله که بتونیم یه روزی از نزدیک شما دوستان عزیزمون رو ببینیم و ملاقاتتون بکنیم و این باعث افتخار و خوشحالی منه. امیدوارم که این جلسات براتون مفید بوده باشه. حتما ما رو دنبال بکنید، ما رو به دوستان خودتون معرفی بکنید، از این خدمات رایگان بتونن استفاده بکنن و اسیر یک سری پکیج فروش ها نشن. بابت یک سری چیزهای بدیهی و آموزش دیدن حق همه است. براتون آرزوی سلامتی دارم. مانا و پرسود باشید.